سلام بچه‌ها، چطورید؟ میخواستم در مورد دستگاه سوهان برقی باهاتون صحبت کنم که یکی از دستگاه‌های مهمیه که شما باید برای ناخن باید داشته باشید. ببین بچه‌ها، من خودم سوهان برقی اول من استران بود 2010. ببین این سوهان برقی خیلی خوب بود ولی بی نهایت سنگینه، مخصوصا هند پیسش. یعنی بهتون میگم فوق‌العاده سنگینه، فوق‌العاده، و اینکه خیلی دستو اذیت میکنه. چون خیلی هم سنگینه معمولا مچ دست بهش فشار میاد و شمایی که تازه کار هستی و استادت بهت میگه که باید بری نمیدونم ماراتون تهیه کنی یا استرانگ تهیه کنی، ماراتون باز به نسبت سبک‌تره ولی استرانگ 2010 که فوق‌العاده سنگینه هند پیسش. پس خواهشاً اگه قرار استرانگ تهیه کنی بهت از الان بگم که اینو نخر. بعد چیز دیگه، من چون توی خوابگاه کار میکردم، زمانی که یاد گرفتم بعد چند ماه بعدش خوابگاه که رفتم با خودم باید وسیله‌مو میبردم، دستگاهمو بردم و خب دیدم که همین که خب گرون خریده بودم و اصلا مناسب نبود بخوام تو اون شرایط اینو اونجا استفاده کنم. به خاطر همین تصمیم گرفتم که یه ارزون ترش رو بگیرم. ببین اینو 1,250,000 خریدم و واقعا ازش راضیم، واقعا خیلی هم ازش کار گرفتم. ببین بچه ها، هند پیسش سبکه ها، سبک. ببینید اینقدر سرعت این، مثلا سرعت این تا انتها که گذاشتم، خب مثلا معادل با سرعت این مثلا تا شماره 3 میشه. خب قدرتش پایین تر از اینه ها ولی فوق‌العاده کار راه اندازه. یعنی شمایی که تازه داری یاد میگیری ناخونو، اصلا لازم نیست بری هزینه کنی و اینو بگیری یا ماراتون بگیری. ببین بعضی اوقات میبینی که تو وارد حرفه میشی ولی بعد یه مدت دل تو میزنه. تو که قراره که ناخون رو یاد بگیری بهتره که اول با چیزای قیمت پایین تر شروع کنی. ببینید قیمت پایین تری که دارم بهتون میگم خیلی مهمه ها که چه چیزی رو قیمت پایین بگیری. مثلا یووی تو اگه قیمت پایین تر بگیری ممکنه که خب خوب خشک نکنه و کارت لیفت بده و این باعث دلسردیت بشه. من هیچ موقع نمیگم یووی رو ارزون بگیری، نه، چون یووی خیلی مهمه. مثلا بهتون میگم یا یه قیچی یا یه مثلا میخوای یه مانیکور خوب کنی، سرسوهان خوب، سرسوهان اشکی خوب خیلی مهمه. باعث میشه که تو تواناییات رو قشنگ بشناسی. به خاطر چی میگم؟ شما فکر کن اگه سرسوهان فیک اشکی میگیری مثلا 50,000 تومان با یکی که میگیری 200,000 تومان خیلی فرق میکنه، چون که قشنگ کوتیکولتو باز میکنه، بالا میبره، راحت اصلا میتونی با همونم میتونی راحت کات کنی. همینطور یا نیپر خریدن و قیچی خریدن، نیپر رو اصلا بهتون توصیه نمیکنم. اگه قرار یاد بگیرید حتما از همون اول با قیچی برید جلو، چون خیلی خوبه و قیچی هم از 800 تومان هستش. من خودم زینگر استفاده میکنم. زینگر الان گرونتر شده ولی قیچی هایی هستن که باز مبلغ پایین تری داشته باشن و کاراییشون هم خوب باشه. من که بهتون پیشنهاد میکنم حتما قیچی و یووی خوب و حتی سرسوهان اشکی برای مانیکور خوب استفاده کنید، چون اینا خیلی تو کارتون مهمه. حالا بقیه وسیله ها میشه باز با قیمت معمولی تر باهاشون کار کرد. حالا من تو ادامه ویدیوها بازم میذارم از چیزایی که فکر میکنم که لازم شما بدونید، چون من خودم زمانی که یاد گرفتم استاد من کلی وسیله هایی گفته بود که اصلا به کار من دیگه بعدش نیومد و واقعا موندم چرا باعث شد که من انقدر هزینه کنم وقتی اصلا هیچ اونا رو لازم نداشت. چرا به من گفت برو بخرش؟ خب از اول به من یه راهنمایی درست میکرد. بعد اینکه بچه‌ها این سوهان برقی خیلی خوبه، اگه بتونید از این تهیه کنید. فکر می‌کنم قیمتش هم ارزون تره الان تو بازار، اصلا ضرر نمی‌کنید. هر موقع دیدید علاقه دارید به ادامه دادن کار ناخن، اون موقع میتونید حالا دستگاهتون رو عوض کنید، چون دستگاه زیاد داشته باشید بد نیستش. واقعا اینا جزء سرمایه‌ات محسوب میشن. اینجوری نیستش که تو بگی من چرا برم هزینه کنم. نه، واقعا شاید یه موقعی میبینی اصلا یه نیروی دیگه واسه خودت آوردی، لازمه که یه سوهان برقی در اختیارش بذاری. اینا رو همه حساب کنید. ولی اگه قرار شروع کنید یا اگه قرار مثلا نگران دستگاهتونید چون گرون خریدید میترسید خراب شه و فلان، میتونید در کنارش یه دونه ارزون قیمت هم کار کنید. من خودم با این کار میکنم و میگم راضیم. اگه راضی نبودم هیچ موقع نمیومدم این ویدیو رو ضبط کنم. امیدوارم این ویدیو براتون آموزشش خوب بوده باشه. اگه از این جور سبک محتوا دوست دارید لطفاً کانالمو سابسکرایب کنید، چون هر هفته یه ویدیو جدید آپلود میکنم. خیلی خوشحال میشم که کنارمون باشید. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون.